سلام بچه‌ها، خوش اومدین به اولین ویدیو یوتیوب من. حالا چرا من این ویدیو یوتیوب گرفتم؟ من معمولا حالا طی روز ولاگ‌های خیلی زیاد می‌بینم، مثلا حدود 3-4 ساعت توی تابستون، حالا که مدرسه ها شروع شده حدود 1-2 ساعت توی زمان مدرسه میشینم ولاگ‌های یوتیوب می‌بینم، حالا مثلا از افراد مختلف. من خودم همیشه دوست داشتم که شروع کنم ولاگ گرفتن ولی نمیشد. خودتونم میدونین که بالاخره یه محدودیت‌هایی هست، همیشه توی زندگی هر شخصی محدودیت‌هایی وجود داره. این مدت که شغل من اومد سمت حالا کارهای مجازی و کارهای گرافیکی و ادمینی، من یه ذره اعتماد به نفسم بیشتر شد از قبل. مثلا یه سری کارهایی رو انجام میدم که مثلا قبلا انجام نمیدادم. مثلا ادمینی برای پیج‌های مختلف رو انجام میدم، یا مثلا کارهای گرافیکی و ادیت انجام میدم که این خیلی کمک کرد به اعتماد به نفس من. یه کمک دیگه که من کرد اینه که تونستم باهاش دوستای خیلی زیادی رو پیدا کنم و کلا دایره ارتباطیمو حالا گسترش بدم از این چیزی که بوده. قبلا یه باکس گذاشتم توی استوریام که هر سوالی خواستین بپرسیم ازم. حدود 10 تاشون رو جمع کردم که الان بهتون جواب بدم توی این ویدیو. بعضی از سوالات خیلی کلی هستن، بعضیاشون سوالای حالا کوچیک هستن که بهشون جواب میدیم. اولین سوال، رشته چیه؟ برای چی این رشته رو میخونی؟ رشته من ریاضیه، ولی خب در اصل هدفم ریاضی نبوده. کسایی که از قبل منو توی پیجم میشناسن میدونن که من حالا علاقه به کارهای گرافیکی و کارهای حالا هنری و کارهای معماری اینا دارم. برای همین رفتم ریاضی که از طریق ریاضی حالا بتونم وارد یکی از این شاخه‌ها بشم. یعنی هدف اصلیم ریاضی نبوده. هدف هیچ کس در اصل ریاضی نیست. سوال بعدی که ازم پرسن اینه که سالگی مستقل شدی. ببینید بستگی داره نیت شما از کلمه مستقل و استقلال چیه، چی میتونه باشه. 1401 یا 2 بود دقیقه نمیدونم. رفتم توی حوزه ادمینی، رفتم توی حوزه حالا اینستاگرام و اونجا کارمو شروع کردم. یعنی حدود 1-2 سالی میشه که از این لحاظ مستقلم، که مثلا حالا از لحاظ پولی، از لحاظ مالی. برای این یوتیوب هم شروع کردم که فقط میخواستم یک فضای دوستانه ایجاد بشه بین ما. یعنی هدفم ازش فعلا پول رو بردن نیست. غذای مورد علاقه چیه؟ پیتزا میتونه باشه، پاستا، خیلی دوست دارم پاستا. دیگه مرغ، کباب، جوجه، کلا چیزایی که همه دوست دارن منم دوست دارم. چیز خاصی زیاد نیست. رنگ چشات چرا یکی باید برای شما باشه؟ رنگ چشمان چه رنگیه؟ رنگ چشمان مشکیه. ببینید نوشته قدم حدود 185 180 الی 85. نوشته چه رنگی رو دوست داری؟ رنگ سفید رو خیلی دوست دارم، رنگ قهوه‌ای رو دوست دارم، رنگ نسکافه رو دوست دارم، رنگ مشکی رو دوست دارم، مشکی خیلی کم. ایموجی مورد علاقت، ایموجی مورد علاقه من اینه. سوال بعدی نوشته چند سالته؟ من الان حدود فکر کنم 15-16 سالمه. متولد 86 هم دیگه خودتون حساب کنید. سوالات تموم شدن، همینا بودن بیشترشون. یعنی سوالات دیگه هم بودن ولی خب سوالات جزئی بودن، خیلی جزئی بودن. فکر نکنم دیگه زیاد جذابیت آنچنانی داشته باشه. اینم از اولین ویدیو ما. قطعا ویدیوهای بعدی جذابتر و بهتر میتونه باشه، ولی خب بازم نمیدونم. اگر ایده ای دارین توی کامنت ها حتما بهم بگین. تا ولاگ بعدی، خداحافظ.